ما یه شرکت سوئیسی چند ملیتی تو دنیا داریم که قطعاً همتون دربارش شنیدید. بیشتر مردم مخصوصاً بچه‌ها از محصولات این شرکت استفاده کردن. بله درسته، این شرکت همون شرکت نسل است. تا دهه 70 میلادی بیشتر تولیدات این شرکت شکلات بود، ولی بعد از دهه 70 اونها محصول جدیدی رو به بازار وارد کردن به اسم شیر خشک. وقتی اونها محصول جدید خودشون یعنی شیر خشک رو وارد بازار کردن، اعلام کردن هر مادری که نمیتونه شیر کافی تولید کنه میتونه از این محصول استفاده کنه، چون به همون اندازه شیر مادر خوب و مقویه. اما کم کم اونا متوجه شدند که این محصول استفاده همگانی نداره و فقط 5% از مادرها شاید مشکل تولید شیر رو داشته باشن و این به ضررشون بوده. بنابراین تصمیم گرفتند که شیوه تبلیغاتشون رو عوض کنند، به این شکل که اعلام کردند شیر خشک حتی از شیر مادر هم برای بچه مفیدتره، چیزی که کاملا دروغ بود. اونها اعلام کردند که شیر خشک تمام مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی لازم رو داره. این تبلیغات اونقدر تاثیرگذار بود که فروش شیر خشک برند نسله 100 برابر شد. توی این تبلیغ چند تا دروغ بزرگ وجود داشته. اول از همه اینکه مسلماً شیر خشک بهتر از شیر مادر نبود و البته که شیر مادر مواد مغذی بیشتری برای بچه داره و سالمتره. از طرفی توی شیر خشک شکر وجود داره و این یعنی شما از بدو تولد بچه دارین این شکر رو به خوردش میدین و فکرشو بکنین که بعدها چه بلایی سر اون بچه میاد. نسل شیر خشک رو تولید کرد و اون رو به سرتاسر دنیا فروخت، اما به نظر می رسید که همچنان از فروش خودش راضی به نظر نمی رسه. صاحبان نسله با خودشون فکر کردن ما که تونستیم فروش خودمون رو 100 برابر کنیم، چرا نتونیم کاری کنیم که هر بچه‌ای تو دنیا از شیر خشک ما استفاده کنه. اونا فهمیدن که میتونن به دکترهای مختلف تو سرتاسر دنیا پول بدن تا درباره برند نسله و شیر خشکش با مادرها صحبت کنن و بهشون بگن که شیر خشک چقدر از شیر خودشون بهتره. اونا با این کارشون فروششون رو خیلی بالا بردن. امروز مردم میدونن که این یکی از بزرگترین دروغ‌های قرن 20 بوده، چون به واسطه این دروغ نسله تونست صدها میلیون قوطی شیر خشک رو بر اساس یه دروغ ساده بفروشه. البته مدیر فروش نسله هنوز هم راضی نبود و اونها میخواستن فروششون رو روز به روز بیشتر کنن. برای همین سعی کردن یه تاکتیک جدید پیدا کنن. اونها به یاد آوردن که یکی از موفق ترین تبلیغات سالهای قبل تو دنیا برای سیگار بوده. برای همین تمام تبلیغ‌های مربوط به سیگار رو بررسی کردن و فهمیدن که به جای اینکه گفته بشه سیگار برای شما بده و نباید بکشین، کمپانی‌های تبلیغاتی اومدن و سعی کردن به سیگار یه جلوه خوب بدن و از آدمای خوش‌قیافه، سلبریتی‌ها و حتی دکترها خواسته بودن تا روبروی دوربین‌ها سیگار بکشن و یه جور وانمود کنن که انگار خیلی عمالیه. خب هر کسی هم که این تبلیغ ها رو میدید با خودش میگفت برم یه نخ سیگار بکشم. حالا اگه شما قرار باشه بخواید بدونید انجام یک کاری خوبه یا بد، از کی میپرسین؟ خب معمولا از یه دکتر. حالا اگه بخواین بدونین تو دنیای مد و فشن چی خوبه یا چی بد، اون موقع از کی میپرسین؟ خب معمولا دنبال روی سلبریتی ها و مدل ها میشین. حالا فکر کن سلبریتی ها و دکترها با هم دست به یکی کردن و جلوی دوربین سیگار میکشن و اینجور نشون میدن که سیگار کشیدن چیز خوبیه. با همین سیستم شرکت های تولید سیگار تونستن به راحتی سود زیادی به دست بیارن. مدیرهای شرکت نسله وقتی این تبلیغات رو دیدن گفتن خودشه، همینه. اونها به دکترهای مختلف پول دادن تا شیر خشک نسله رو تبلیغ کنن و بگن که نه تنها بهتره بلکه برای بچه سالمترم هست. فکر نکنین که این تبلیغ ها فقط تو آمریکا یا اروپا بود. اونها همه جای دنیا از آسیا گرفته تا آفریقا و کل قاره آمریکا و اروپا تبلیغات انجام دادن. شاید باورش براتون سخت باشه، اما باید بدونین که بزرگترین بازار هدف برای شیر خشک نسله آفریقا بود. آفریقا چه اون موقع و چه الان سریع‌ترین رشد جمعیت رو داشته و داره و این یعنی کلی بچه تازه متولد شده.
اما آفریقا یه مشکل بزرگ داشت. اون همین بود که کاملا توسعه نیافته بود. اونها میتونستن اونجا شیر خشک بفروشن، تو این مشکلی نبود، اما مشکل نبود آب بود، نبود آب تمیز و بهداشتی. همون جور که میدونین باید شیر خشک رو با آب مخلوط کرد. پس اگه آب آلوده داشته باشین، شیر خشک آلوده هم به نوزادتون میدین. پس مردم آفریقا آب آلوده رو با شیر خشک ترکیب میکردن و اون رو به بچه هاشون میدادن. مردم آفریقا هم نمیفهمیدن چون شرکت نسله چیزی بهشون نمیگفت. مشخصه که اونها نمیخواستن مردم آفریقا بدونن این یه مشکل بزرگه، چون اونا حتی به خودشون زحمت ندادن که بهشون بگن آبی که استفاده میکنن باید جوشیده باشه. اونا نمیخواستن مشتریهای خودشون رو از دست بدن، چون اگه مردم آفریقا میفهمیدن که باید آب رو بجوشونن، هیچ وقت محصول اونها رو نمیخریدن. چون خیلی سخته که بخوای توی یه جای توسعه نیافته مثل آفریقا آب بجوشونی. اونجا نه گاز هست نه نفت، پس جوشوندن آب خیلی سخته. بهونه‌شون هم این بود که ما پشت قوطی دستورالعمل استفاده رو نوشتیم و اگه آفریقایی ها نخوندنش تقصیر ما نیست. اما اون موقع بیشتر از 50% مردم آفریقا بی سواد بودن. پس حتی اگه پشت قوطی رو نگاه هم می‌کردن نمیتونستن چیزی ازش بفهمن. تازه بیشتر نوشته های پشت قوطی ها هم یا به زبان انگلیسی بودن یا فرانسوی. تو دهه 80 میلادی مجلس سنای آمریکا از شرکت نسله خواست که به یه سوال جواب بده. اونم این که آیا اصلاً درسته که این شرکت محصولات خودش رو به کشورهای توسعه نیافته‌ای که آب تمیز ندارن بفروشه؟ نسله پاسخ داد که ما همه دستورالعمل‌ها رو پشت قوطی نوشته بودیم. یکی از سناتورها اعتراض کرد که سوال رو نپیچونن و درست جواب بدن. اونها هم گفتن که آره قبول داریم که فروش این محصول تو کشورهای توسعه نیافته درست نیست، ولی این تقصیر ما نیست، تقصیر توزیع ناعادلانه جهانیه. این بحث ادامه پیدا کرد و تو دنیا پخش شد و بعدش رسید دست سازمان بهداشت جهانی و اونها هم اعلام کردن که این که بگی شیر خشک از شیر مادر بهتره کاملا نادرست و غیر قانونیه، چون دروغه. و بعد از 10 سال این دروغ غیر قانونی شناخته شد. ولی آیا فکر میکنین که دروغ‌های نسله اینجا تموم میشن؟ باید بگیم که نه، تازه شروع داستانه. اونا از این نوع تبلیغ دست کشیدن ولی تبلیغات پولی رو شروع کردن. مثلا به دکترها بیشتر پول میدادن یا حتی اسپانسر کل بیمارستان‌ها میشدن که توشون هر چیزی از جمله شیر خشک فروخته میشد. دکترهای اون بیمارستان‌ها هم همیشه باید تبلیغ نسله رو میکردن و میگفتن که بهترین شیر خشک مال این برنده. اما حتی بعد از این قضیه فکر میکنین که نسله دست از نقشه های شیطانیش برداشت؟ نه، چون این فقط تو بخش شیر خشک بود و هنوز بقیه محصولات مونده بودن. اگه شما ویدیوهای ما درباره بزرگترین رودخانه ساخت دست انسان تو لیبیا رو دیده باشین میدونین که مهمترین چیز تو زندگی آبه. هممون میدونیم که آب شیر خیلی ارزونتر از آب معدنیه. پس به عنوان یک کلاهبردار تنها کاری که باید بکنی اینه که همون آب شیر رو بگیری بریزی تو بطری و خدا تومن به مردم بفروشی. درسته؟ شاید باور نکنین ولی نسله واقعاً کاری که گفتم رو انجام داد. تو جاهای مختلف دنیا مخصوصاً کشورهای جهان سومی دقیقاً همین کار انجام میشه. اونها یه تانکر از آب چاه که قیمتش حدود $10 در میاد رو میگیرن و $50,000 میفروشنش. حالا یه بخشی از هزینه‌اش هم البته مال بطریه. ولی همونطور که گفتیم بزرگترین مشکل اینجاست که معمولاً این کار تو کشورهای جهان سومی انجام میشه، جاهایی که دولت فاسدی دارن، چون تو کشورهای غربی نمیشه همچین کاری رو کرد و سریع دستگیرشون میکنن. پس این قضیه تبدیل آب $10 به بطری $50,000 که داریم میگیم تو کشور پاکستان اتفاق افتاده بود. یعنی یکی از بازارهای هدف نسله برای آب معدنی کشورهای جهان سوم. مثلا تو سال 2012 از مدیرعامل نسله پیتر BRC پرسیدن که نظرتون درباره این شرایط چیه و اون پاسخ داده بود که آب جزء حقوق بشر نیست.
بدترین چیز اینه که خبرهایی مثل این اصلا تو دنیا پخش نمیشن و این احتمالاً به این خاطره که نسله توسط کمپانی‌های رسانه‌ای اداره میشه و اونها هم خیلی راحت رو اینجور خبرها سرپوش میذارن. وقتی همچین اتفاقی افتاد نه تنها باعث ضعیف شدن نسله نشد، بلکه باعث شد قوی تر از قبل هم بشه و بتونه تبلیغات خودش رو ادامه بده. همونطور که گفتیم نسله کار خودش رو با شکلات شروع کرده. تا اینجای داستان ما راجع به شیر خشک و آب معدنی صحبت کردیم، ولی راجع به شکلات چی؟ اون که دیگه نمیتونه مشکلی داشته باشه، درسته؟ مثلا کیت کت، شما هیچ کسی رو نمیشناسین که این شکلات خوشمزه رو نشناسه. جدا از شکلات، نسله بزرگترین تولید کننده کاکائو تو جهانه. اما دقیقاً کجا؟ تو آفریقا. و نیروی کاری که استفاده میکنن کیان؟ برده ها، و بیشتر این برده ها هم بچه ها هستن. پس فرقی بین مزرعه شکلات و معدن کوبالت وجود نداره، چون هر دو دارن از برده ها کار میکشن. حتی با وجود تمام این حرفا و این اتفاقاتی که راجب نسله وجود داشته، هیچ کدوم نتونستن به این شرکت آسیبی بزنن و اونها روز به روز قوی ترم شدن. نسله هنوز هم بزرگترین شرکت غذا تو جهانه. به شکل رسمی نسله تو سوئیسه، اما ما واقعا نمیدونیم که مالکانش چه کسانی هستن و برای همینه که شما محصولاتشون رو هر کجای دنیا میتونین پیدا کنین. شاید خیلی چیزهایی که شما ازشون استفاده میکنین ساخته این شرکت باشه، چون اونها بیشتر از 2000 محصول غذایی متفاوت رو تولید میکنن و یکی از اونها ممکنه اونی باشه که شما استفاده میکنین. حتی با وجود اینکه نسله یه شرکت شیطانیه و آروم آروم تو تاریکی رشد میکنه و الان چیزی بالغ بر 100 میلیارد دلار میارزه، هیچ کس نمیتونه بگه که هیچ شرکتی میتونه رو دستش بلند بشه یا باهاش رقابت کنه.